عزیز و ارجمند تلویزیونی سیمای شهری پنجکند نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. اینک در برنامه ما تماشا کنید. در مشورتی وسیع کاری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکند مسائل مهم شهرداری، رعایت قانون‌های عمل کننده و دیگر موضوعات داغ‌روز مورد بررسی قرار گرفتند. در طول کلونی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکند تحت رهبری رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده مشورتی وسیع برگزار گردید که ضمن آن اساساً مسائل رشد ساحه‌های کشاورزی، استفاده عاقلانه آب و زمین، وسعت کارهای آبادانی و سازندگی، سبز و خرمگردانی، سهم گذاشتن در معرکه مهم دعوت بهاری و اجرای دستور و سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن سفر کاری به ولایت سوخت و دیگر مسائل مهم روز تحلیل و بررسی شدند. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده اشتراکچیان مشورتی کاری را با دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت سرور دولت محترم امامعلی رحمان و وظیفه‌گذاری‌های رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده شناس نمود و اجرای آنها را برای همه راهبران حتمی شمارید. در مشورت کاری گزارش سردار ریاست کشاورزی شهر پنجکند دلاوری لایق شنیده شد. همزمان رئیس شهر با رهبریت ریاست کشاورزی، رئیسان جماعت‌های دهات، خواجگی‌های دهقانی و انفرادی، بخش حفظ محیط زیست، بخش جوانان و ورزش و دیگر راهبران مسئول جهت سریع وقت اصلاح نمودن کمبودی‌های جای داشته، تطبیق نقشه و سپارش‌های معین شده، عاید به سریع وقت انجام دادن کشتکاری بهاری از جمله کشت کارتوشکا، سفربری جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، وسعت کارهای آبادانی و خرمگردانی با استقبال سزاوار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، رعایت طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها در جمهوری تاجیکستان، پیشگیری ظهورات نامطلوب و بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان و مانند اینها دستور و سپارش‌های مشخص داده شد. در زمینه دستور و سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و وظیفه‌گذاری‌های رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده در خواجگی‌های دهقانی پنجکند کشتکاری بهاری از جمله کشت کارتوشکا با موفقیت ادامه دارد. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با فعالیت یک نفر صاحب کار که با کشت کارتوشکا و کندن چاه عمودی در خواجگی دهقانی مهربخش جماعت دهاتی سرازم سهم می‌گذارد شناس کردید. در خواجگی‌های دهقانی شهر بوستانی پنجکند کشتکاری بهاری از جمله کشت کارتوشکا با موفقیت ادامه دارد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده ضمن شناسایی با فعالیت خواجگی‌های دهقانی جماعت دهاتی سرس از خواجگی دهقانی مهربخش این جماعت دیدن نمود. با رئیس شهر اطلاع دادند که در این خواجگی دهقانی از طرف یک نفر صاحبکار برای کشتی 40 گیتار کارتوشکا تدبیرهای مشخص عملی شده است. صاحبکار تخمی را از فدراسیون روسیه وارد نموده امروزها توسط تکنیک معاصر معرکه کشتی کارتوشکا در خواجگی دهقانی مهربخش جریان دارد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با رهبریت جماعت دهاتی سرس، رئیسان خواجگی‌های دهقانی و دیگر مسئولین دستور داد که ما باید در اساس وظیفه‌گذاری‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و دستور و سپارش‌های رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده سال روان در قلمرو شهر و دهاتی پنجکند جهت استفاده عاقلانه آب و زمین، تامین بازار استعمالی با محصولات کشاورزی از جمله کارتوشکا تدبیرهای مشخص را عملی سازیم. همزمان در جریان شناسایی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با فعالیت خواجگی دهقانی مهربخش به رئیس شهر اطلاع دادند که
این صاحبکاری موفق تصمیم گرفته است که یک چاه عمودی کنده برای تامین آب‌های پولیزی با خواجگی‌های دهقانی و ساکنان این جماعت همطرفه مساعدت خواهد کرد. با سپارش معاون اولی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوغد رجبوی احمدزاده و رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده امروز در شهر و دهاتی پنجکند کشت کارتوشکا با وسعت ادامه داشته میدانهای کشت از سالهای قبل به مراتب زیاد گردانیده شدند که گروه کاری مقامات اجرایی و حاکمیت دولتی شهر پنجکند با راهبری معاون رئیس شهر عاید به ساحه کشاورزی خوشوقت زاده ایرکین از کشت کارتوشکا در خواجگی‌های دهقانی جماعت دهاتی خلیفه حسن دیدن نمودند. در خواجگی دهقانی میرزا بابا قیاموف کشت کارتوشکا امروزها خوب به راه مانده شده است که سهامدار خواجگی عمری حسینوف از رفت آن به مسئولین اطلاع داده اضافه نمود که آنها نیت دارند در میدان 5 گکتار زمین کارتوشکایی بر وقتی کشت نمایند. او اینچنین اضافه نمود که خواجگی دهقانی 20 تن کارتوشکایی تخمی ذخیره دارد. معاون رئیس شهر خوشوقت زاده ایرکین از رفت کشت دیدن نموده اظهار نمود که کارتوشکا هر قدر بر وقت شنانیده شود همون قدر از پهنشوی ویروس های گوناگون امین میماند. کارتوشکا هر قدر بر وقت شنانیده شود آن همون قدر زیاد حاصل میدهد. مسئولین با یادآوری از دستور و سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان توصیه دادند که با استفاده از روزهای مساعده بهاری به کشت زراعت و دیگر کارهای صحرایی وسعت بخشند. تاکید گردید که هر یک عائله باید با استفاده عاقلانه و ثمرناک زمین از جمله زمین‌های نزد حولگی و پرزیدنت دقت مخصوص داده کشت را سری وقت به اتمام رساند. زیرا سری وقت کشت نمودن زراعت گوناگون برای حاصل فراوان زمینه گذاشته شده در نتیجه فراوانی بازار استعمالی تامین می گردد. گزارش مرتبه رحمان و حسین صالحوف. برنامه را ادامه می دهیم. در دهه آبادانی جماعت دهاتی خلیفه حسن بهره سزاوار پیشواز گرفتن سالگرد نوبتی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان یک قطار کارها به سامان رسانیده شده است که در این باره خبرنگاری ما غیبالله محمدیف گزارش آماده کرده است. توجه نمایید. سال 2010 در نتیجه فرآمدن سیل یک قطار دههای جماعت دهاتی خلیفه حسن ضرر جدی دیده بعضی خانه‌های استقامتی قسما و بعضی دیگرشان باشد پر ضرر دیدند. از روز اول رسیدن آفت طبیعی که در زیر نظارت قطعی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار داشت کمیسیون عاید به برطرف کردن آفت تأسیس داده شده. در مدت کوتاه یعنی در مدت 3 ماه و 10 روز 11 خانه استقامتی با تمام انشاءات‌های خدمت رسانی، تعمیر پل و راه‌ها، بناهای مکتب خوب و زمانوی، بنگاه طبی ساخته به استفاده داده شد که امروزها این موضع آبادان نام گرفته به یک دهه خوب و زمانوی شباهت دارد. حاجی مزرابشاه اسکندروف از روزهای اولین ساختمان این دهه در پهلوی ساختمانچیان بوده تا حال با شکرگزاری از سیاست انسان پرورانه سرور دولت یادآوری نموده قید میکند که با سفارش پیشوای ملت خانه‌های استقامتی را شخصاً راهبران وقتی کشور سروزیر جمهوری تاجیکستان عاقل عاقلوف و سابق رئیس ولایت سوغد خواهی رسولزاده سپاریدند که این افتخاری باشندگان بود. مدت 14 سال اینجا در همین محل زندگی میکنم. میخواهم که همیشه آباد زیبا باشد، دنیا تنج آباد باشد. با جناب عالی محترم پیشوای ملت هزاران تشکر میکنیم که هزاران منتدار هستیم که آن کس بر خلق و وطن خودشان خدمت کرده خلق تاجیکستان را در عرصه بین الخلقی به یک 130 دولت جهان شناسایی کردند. ما از جناب عالی پیشوای معظم ملت خیلی هم منتدار هستیم چون که آن کس غم هر یک خلق تاجیک را هر یک مردم تاجیک را خورده ایستادند، تاجیکستان را به پیش برده ایستادند. تاجیکستان همیشه به پیش سال آبادی و سال تنجی و آسودگی هست. ما غیرت میکنیم که با همین تمام محل ما به
پیشروی تاجیکستان حصه‌گذاری کنیم. البته تا به امروز ساکنان این محله با راهبری رئیس محله حاجی میرزا شاه مانند دیگر ساکنان کشور میخواهند 35 سالگی استقلالیت کشور را با دستاوردهای نظررس پیشواز گیرند. رابطه به این موضوع 1.5 کیلومتر راههای داخلی محله خونفرش کرده شده. با اقدام صاحبکاران محله یک ایستگاه و 1.5 کیلومتر راه خونفرش کرده شدند. ساکنان محله باشند کارهای اجرا شده را محض با راهبری رئیس محله ارزیابی نموده محصول تجربه این شخص خاکسار را حلی می‌دانند. با شرافت همین دامکومی دیها اسکندر میزرابشاف از طرفشان در حال خدمت کردن من آب آوردم حرکت کردن راههای خوشی کردن با حرکت کردن که همین مکتب آبادانش بیو همین خالای شلانده آب دادن بیو همین آب در کار که همین آب آوری با بسیارترین کمک رساندن با همین در دهه ما با یک کمبود هستند که در ما با میتونکت نمیرسد که بسیارترین کسالا بسیارترین سرسام می شود. یاری تجلیل آمده نه اختر جزء نمیم که اختر نمی بیاد برای همین که یک تا میتون تشکیل میکردن با خوبتر میشد. ما هم حرکت میکنیم که همین خلق خدا و خدمت کردن را بسیارترین ما هم خوش میکنیم که همین آباد شود همین دهه ما هم. با باوری قید کردن ممکن است که ساکنان محله آبادان جماعت دهات خلیفه حسن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای نظررس پیشواز خواهند گرفت. در اساس فرمایش تحت رقم 23 از 13 اپریل سال 2024 شبکه مؤسسه‌های کمک اولیه طبی و سانیتری شهر پنجکن از سال 22 تا سال 27 اپریل سال روان در قلمرو شهر و دهاتی پنجکن هفته اروپایی ایمونیزاسیا گذرانیده می شود. درباره هدف‌های معرکه امگذرانی دیرکتور مؤسسه دولتی مرکز ایمونوپروفیلاکتیکی در شهر پنجکن خرسان مراد حکیموف چنین ابراز اندیشه کرد. متوجه باشید با مصاحبه برنامه. خیلی که با همگان معلوم است همه سالان در آخرهای ماه اپریل ما کارمندان ساحه تندرستی اویدی رفع بیماری سرایتی در بین اهالی بیماری سرایتی که اساساً با واسطه ایمونیزاسیا نظارت کرده می شود هفته ایمونیزاسیا اروپایی گذرانده می شود. با فرمایش وزارت تندرستی و حفظ اجتماع اهالی جمهوری تاجیکستان از 15 مارس سال 2024 تحت رقم 154 اویدی گذراندن هفته از ایمونیزاسیا اروپایی که از سنه 22 اپریل تا سنه 27 اپریل برگزار می گردد در شهر دهات پنجکن نیز علاقه ستادی دائم و عمل کننده تشکیل کرده شده است که در هر یک شهر و دهات هایی که با ایمونیزاسیا مشغولند عموما در این ساختار تندرستی فعالیت میبرند برای برطرف نمودن این بیماری سرایتی برای سالم نگاه داشتن اهالی اون نفرانی که ایمونیزاسیا خود را نگرفتند با یگان سبب هایی که بیماری و یا مهاجرت داخلی و خارجی از ایمونیزاسیا باز ماندند دریافت نموده آنها رو با ایمونیزاسیا فرا گیرند. زیرا که این سالمی هر یک فرد این سالمی عائله است، سالمی عائله این سالمی جامعه است. به همین خاطر ما در تمام نقطه های طبی شهر دهات پنجکن حجره های ایمونیزاسیونی که همه وقت فعالیت میکنند باز هم یک قوه کاری علاوه نمودیم تا آن همون نفرانی که از ایمونیزاسیا باز مانده اند آنها را دریافت نموده با ایمونیزاسیا فرا گیرند. از همه همدیاران خواهش میکنم که در این معرکه خیلی مهم بی‌طرف نبوده آن نفرانی که فرزندان یا خویشتباران یا اون نفرانی که ما میشناسیم و میدونیم که از ایمونیزاسیا باز مانده اند بی‌طرف نشده در یک جایگی همه آنمون نفرانی باز مانده را دریافت نموده با ایمونیزاسیا فرا گیریم تا ملت و دولت و دیار خود را همیشه سالم نگاه داریم. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقمی 47 شهر پنجکن با ابتکار کمیجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن کنفرانس علمی نظریوی تحت عنوان این جهان را نگر با چشم خرد برگزار گردید.
در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 شهر پنجکین تحت عنوان این جهان را نگر به چشم خرد با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین کنفرانس علمی نظریوی برگزار شد. در آغاز کنفرانس علمی نظریوی رئیس کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین مراد شکرزاده اوید به نقش سازنده زنان و بانوان در کشور و توجه و دستگیری های منتظم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان در رشد و ترقیات کشور خورشیدی تاجیکان و پیشرفت تمام ساحه‌های خواجگی خلق سخن گفت. در کنفرانس علمی نظریوی معاون رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین مرادزاده مستانه دیرکتور کارخانه فرعی خواجگی منزلی و کمونالی شهر پنجکین قیامова زرنگار مدیر شعبه ترغیبات و اطلاعات کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین علیشیر مطربوف مدیر بخش دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین پرویز امانوف مدیر بخش ثبت اسناد حالت شهروندی در شهر پنجکین فتح‌الله زاده زرینه امام خطیب مسجد پنج وقته شهر پنجکین ملا ظفر ملایف سابقه‌داران حزب فاطمه سراجزاده نورینسا خدایارова با سخن برآمده پیرامون دستور سپارش‌ها از جمله سخنرانی پرمحتوای اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن ارائه پیام سالانه خویش از 28 دکبر سال 2023 و همزمان ضمن ملاقات با نمایندگان فعالان جامعه خادمان دین از 9 مارس سال روان و اعلان نمودن سال 2024 سال معرفت حقوقی اندیشه و ملاحظات خویش را ارزیابی کردند. ناطقان اوید به بلند برداشتن معرفت حقوقی اهل جامعه از جمله نشاندادهای پیام پیشوای ملت با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و ملاقات سرور تاجیکان با نمایندگان اهل جامعه و خادمان دین پهلوهای جداگانه این موضوع را با رعایت قطعی و احترام گذاشتن به قانون از جمله اجرای حتمی مقررات قانونهای جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان با دلیل‌های خیلی مشخص بیان نموده همزمان جهت پیشگیری از روندهای نامطلوب زیاده روی اجرا نکردن طلبات قانونهای مذکور پیشنهادات مشخص خویش را ارزیابی کردند. در کنفرانس علمی نظریوی بار دیگر تاکید شد که ما باید همگان از این دولت آزاد دموکراتی امن و ثبات و سیاست خردمندانه سرور تاجیکان جهان پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همیشه شکرگزار باشیم و برای پیشرفت وطن عزیزمان با تمام جهد و تلاش ها سهم ارزنده خویش را گذاریم. در زمینه دستور سپارش‌ها و سخنرانی پرمحتوای اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از سنه 9 مارس سال روان با فعالان نمایندگان اهل جامعه و خادمان دین برگزار گردید. بانوان و دختران نیز وظیفه‌دار شدند که در سمت پیشگیری از زیاده‌روی احترام گذاشتن به فرهنگ ملی، پوشیدن سر و لباس تاجیکانه و تربیت فرزندان
سهم گذارند. در این باره ساکن شهر پنجکند خاصیت کریمова اندیشه‌هایش را چنین بیان داشت. توجه نمایید. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان در مجلسی که بخشیده به روز مادران شده گذشت چنین قید کرده بودند: نقش زنان در جمعیت رول کلان را می‌بازد. زنان در جمعیت ما آموزگار، تربیتگر، دکتر، مهندس و غیره. بغیر از این آنها در خانه رول مادر را می‌بازند. مادران در تربیت فرزندان خود خاصه دختران بسیار اهمیت کلان می‌دهند. ما که تاریخ 5,500 ساله داریم، فرهنگ تاجیکانه لباس ملی داریم. من گفتنی بودم که بگذار دختران ما، عروسان ما بیشتر به لباس‌های ملی دقت مخصوص دهند. امروز عروسان با لباس‌های تقلید به مملکت دیگر خاصتا به ازبکستان کرده با لباس‌هایی که به نام انسمبل است در خانه خوشدامان و پدر عروس با همین لباس‌ها می‌گردند و بعد طالبان‌ها می‌روند. پس از آن که آنها با 4-5 طالبان رفتند، این لباس‌هایی که با نرخ گران گرفته بودند پدر و مادران آنها، اینها نالازم می‌شود و آنها مجبور می‌شوند که آنها را به نرخ ارزان فروشند. بیشتر به خانه عروسان می‌رفتید، یک طرف خانه را کرته اطلس می‌گرفت و ما حتی می‌گفتیم چند تا اطلس کرده است. امروز ما فقط دختران و عروسان را با لباس‌های بیگانه می‌بینیم و وقتی که آنها به شوهر می‌برند کرته‌های عروسی حاضر به مد در آمده است، فقط در سالن‌ها با نرخ گران می‌خرند. مادرها شکایت می‌کنند ولی دخترها تنها همین را طلب میکنند. خوب میشد که وای آن کرته‌هایی که آنها پوشیدنی میشوند الکی 8-10 کس پوشیدگی، ممکن که یک تای همونا یگان خیلی کسلی پوست داشته باشند و خوب میشد که آنها بهترش با لباس ملی اطلس با زکس می رفتن و شب توی میستن، یا اینکه با لباس همون متای سفید خوشروی رو گرفته موافق قد و بست خود می دوزاندن، چون که پس از توی شدنشون آنها می توانند که در دیگر محفل با یک تا کاستیوم پیشتر روند. فکر من همین پیشنهاد من که همین است. در قانون مسئولیت پدر و مادران عاید تربیت فرزندان بود که بسیار آموزگاران کوشش میکنن و آنها همه وقت شده در نزد آموزگاران 8 ساعت میستن، باقی مانده در نزد پدر و مادر میستن. پدر و مادران حاضر همه خواهش‌های دختران را اجرا میکنند، چی که آنها میخوان همون را خریده میتیان و خوب میشد که آنها با جای تعصب به دیگران کردن آداب و اسلوب یاد میگرفتن. گرچه گل در نازکی مشهور در بحر و بر است، خاطری شرم و حیا از برگ گل نازکتر است. خوب میشد که ما با دختران شرم و حیا و آداب و رفتار و مدنیت را می آموزاندیم و آنها را برای به حیات مستقلانه برآمدنشان ما مادران تیار کنیم. سالهایی که ما عروس شده به شوهر برآمدیم، با ما کرته اطلس، سری توقی و رومال گریبیشینی سفید بود. همون پرتوت زکس می رفتیم. این خیلی توی دبدبه نبود، خیلی توی خاکسارانه بود. من فکر میکنم همون سالا برآمدگان بسیار خوشبختند. این حاضره جوانو بیشتر با لباس با چیز و میشن بین زن و شوهر مناقشه پیدا میشود. من حاضر لباس های قیمت باز از این اشیاهای بیشتر قیمت طلب میکنن. وقتی که از خانه دختر به خانه پسر میبل میگن اشیاهای نبردن، بین آنها ناراضگی میشود، گپ میشود. همین چیزای مایده باعث جداشوی بسیار میشود، چون که همه حس کرده است که مقدار بسیار جداشوی در تاجیکستان خاصتا بسیار شده ایستاده است. بینندگان گرامی، یادآور میشویم که وابسته به این موضوع برنامه الهیده تحت عنوان با عنوان تجسمگری فرهنگ ملی نمایش داده می شود. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان می رسد. برای هر یک شما سلامتی و سربلندی را خواهانه. خیر شد.